سلام، من امروز باید برم دانشگاه. کلی کار دارم و یه عالمم باید وسیله جمع کنم. بیایید با هم آماده شیم. از اونجایی که امروز وسیله‌ام خیلی زیادن، یه دونه کوله برمیدارم و یه دونه هم توت بگ برمیدارم. اول بریم کوله‌مو بچینیم. لپتاپ، شارژر لپتاپ، موس، گوشی، کلید، کیف پول، کیف لوازم آرایش، دستمال و دستمال مرطوب و چسب زخم و اینجور چیزا. حالا بریم سراغ چیدن توت بگ. توی توت بگم میخوام وسایل ورزشی که برای امروز لازم دارم ببرم، چون امروز کلاس ورزش دارم و کلی وسیله باید براش ببرم. کتونی، تیشرت و شلوار ورزشی و یه بطری آب. خوشبو کننده بدنم که فراموش نمیشه. امروز چون ورزش دارم اکسسوری استفاده نمیکنم، فقط ساعت میبندم. لازمه بگم از مقنعه متنفرم. دیگه بریم که خیلی دیره. اینم که میگیرم دستم. خب بریم دیگه. وای بچه‌ها، بالاخره رسیدم خونه. امروز انقدر روز سخت و خسته کننده ای داشتم که خدا میدونه. یعنی من از 7 صبح که از خواب پا شدم همینجوری سر پام تا خود الان که رسیدم خونه. دیگه وسط روزم هیچی نتونستم بخورم چون پشت هم کار داشتم و کلاس داشتم و اصلا یه وضعی بود. من امروز خیلی خسته شدم، ولی الان که رسیدم خونه واقعا پر انرژیم که بالاخره امروز تموم شد و امتحان درس ورزش هم دادم و این درسم پاس شد و تموم شد و رفت. ولی امیدوارم شما از این ولاگ خوشتون اومده باشه. اگه از این مدل ولاگا دوست داری منو ساب کن. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.